آی باور نمی‌کنم با اون پسر. اسمش امروز خیلی بچه شمارش از کجا گیر از تو آوردی؟ فیسبوک ادش کردم. هفته‌ای هست که حرف میزنیم. یواش بابا. خودت چه خبرته؟ خب یه عذرخواهی میکردی. تو خونمون به غریبه نوازی عادت ندارم. مزاحمی. پس تابلو میزدین توجه. ممکنه از اینجا حیوانی رد شه. مثل که هنوز عقلت سر جاش نیومده. آبرود که روش و خرکیت واسه چیه؟ حساب اونم ازت پس میگیرم. جواب چی یا بدم ها؟ مگه به زور انداختیمت تو استخر؟ آبجی دعوا نکنی. تو وایسا. گوش کن چی میگم. سعی نکن دور و بر من بپلکی. به نظرم بهمون عادت کن علیش ملیش. اذیت میشی. بدجور. احمق افاده‌ای. تو هم خیلی جوابشو میدی. به اینا نباید اجازه بدی لهت کنم. باید تو لهشون کنی بکشن عقب. نمیخوام اینجا زندگی کنم. نمیخوام. آخه اینا چرا اینجوریه؟ مامان عاشق چیه اینا شدی آخه؟ کاش یه چیزی بشه که مامانم منصرف بشه کردیم ازمیر. منم خیلی خودخواهم. سلام. علیک السلام. بیایی بابا. خیلی ببخشید. فامیلی چیزی نداره؟ جسته گریخته یه حرفایی زد اما حتما رفت آمد ندارن. جشن عروسی هم نمیخواد. میدونستی؟ شایدم نقشه های بزرگتری داره. نه بابا، خیلی صاف و ساده است. هرچی میگم زود باور میکنه. تو میونتو باهاش گرم نگه دارین چی؟ آبجی رعنا همونطور که میگی باهاش رفتار میکنم، ولی خب یکم دلم براش میسوزه. میگم خدای قراره چه اتفاقی براش بیفته. یه نره باید طوری باشه که انگار تصادفاً آشنا شدی. تو نگران نباش، اون کارو من حلش میکنم. باشه برو. عروس تازمونو منتظر نذاری. باشه میبینمت. راستی تا یادم نرفته. این چیه هالوک؟ تازه به اسم منم هست. بله درد سر خرید کنید. نه لزومی نداره هالوک. من میگیرم آقا هالوک. مامانم خیلی مغروره. شما رمزو به من بگین. نه سرین جان برو سوار ماشین شو. یه دقیقه میای؟ برو. هالوک ما در این مورد صحبت کرده بودیم. چرا منو جلوی دختر خجالت زده میکنی؟ لطفا اینو بگیر. خواهش میکنم. بذار توضیح بدم. معذرت میخوام، اشتباه من بوده. معذرت میخوام. خیلی که منتظرتون نذاشتم نه؟ خدا بزدش حالی. خرید خوبی داشته باشید. آروم باش نازلی جان، آروم. به مامانت فکر کن. به خوشحالی مادرت فکر کن. من اگه اینجا دیوونه نشم خوبه. الو عزیزم. عزیزم؟ نه پیش زنم نتونم. نمیشه، باید حتما هم دیگر رو ببینیم. 3 روز دیگه ازدواج میکنم. باید قبلش تو رو ببینم. بابای آینده همونو ببین. قبل ازدواجش تبلیغات میکنه. آره ایمیل تو خوندم ولی بعدش پاکش کردم، چون که اگه گونش میدید خیلی بد میشد. درست نبود. یعنی داره چی کار میکنه؟ ایمیلاش کجا میتونه باشه؟ آقا هالوک، اگه به مامانم خیانت بکنی بدجور نابودت میکنم. باشه عزیزم، فهمیدم. باشه فهم. که اونجاست؟
غزاله ها رو ببین. سلام. بهت که در مورد زندگی خصوصی من گفتن؟ من تو باغچه میگشتم که با کنجکاوی اومدم و وقتی درو باز کرد تشکر کنم. زیر سایه توئه که زندم. چرا یکم قبل تشکر نکردی؟ یکم قبل؟ اونطوری پیش همه و سرپایی میشه تشکر کرد؟ نخواستم خجالتتون بدم. میخواستم باقلوا بگیرم و بیام. البته خودتون باقلوایین. چرا بالا نگاه میکنی؟ آخه یه چیزی بپوش دیگه. تو هم کفشاتو بپوش. آره راست میگی. دوست دخترته؟ دختر شیرینیه. سوال اشتباهی پرسیدم. چرا رو دیوار نوشته بود قاتل؟ تو گروه؟ اگه تشکرتو کردی تو داری از یکی قایم میشی؟ نه عزیزم، آخه از کی باید قایم بشم؟ خیلی خوب. من نمیخواستی بپری مگه نه؟ پشت بومو میگی؟ نمیدونم. رفتار کسی که میخواد خودکشی کنه رو میفهمم تو نداشتی. چرا؟ خیلی ها رو دیدی که خودکشی میکردن؟ نه؟ هر روز صبح تو آینه میبینم. فهمیدم. تو زندگی برات آرزوی موفقیت دارم. مرموزم، واقعا که مرموزم. خنگول. کاری مشترک از سایت‌های دانلود فیلم 1448 و مووی باز. تو مرکز خریدیم. باشه. Canan ben öğleden sonra yokum. Ama sonbahar kataloğu için ajansan mankenler gelecekti. Ertele tatlım. Tamam Sevilay Hanım. علی پسرم ضروریه. من دارم میام بوتی. ولی من دارم میرم. میخوام بیام خونت. نیازی به پرسیدن نیست. کلید خونمو داری دیگه. مامان میخوام بیام تو زندگی کنم. چیزی شده؟ طرف داره ازدواج میکنه، انگار تو جریان نیستی. نمیخوام با خانواده جدید بابام زندگی کنم. میدونم پسرم، ولی درباره این حرف زدیم دیگه مگه نه؟ بابات میدونه قراره بیای پیش من. به بابام هیچ ربطی نداره. علی، الو علی، صدات نمیاد. علی اگه صدامو میشنوی شب که اومدی خونه با هم صحبت میکنیم باشه؟